قاعده 70: الفاظ صفات را به اشکال دیگر بدانیم. ما و شما گفتیم که صفات الله به 4 قسم، یعنی یک قسمش به شکل اسماء و صفات است، اسماء الله الحسنا. یک قسم از صفات الله به شکل مضاف و مضاف الیه است که ما و شما او را هم باید توقیفی عمل بکنیم. توقیفی چی معنی؟ او صفاتی که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده او را باز ما و شما مفرد ساخته نمیتونیم که تو بدون اضافت او را استعمال بکنیم. مثل چی؟ مثلا محی الموتا، منزل الکتاب یا منزل الکتاب. فهمیدید یا نه؟ این بسیاری از نام‌های هستند که اینا به شکل مضاف و مضاف الیه آمده. به اون شکل که آمده ما و شما باید او را به اون شکل استعمال بکنیم. دیگه قسمش که صفات الله به شکل چی می باشه؟ جمله اسمیه یا جمله فعلیه. جمله اسمیه کدام جمله را میگن؟ جمله که در اولش اسم باشه. اگر یک جمله عربی در اولش اسم آمده بود او را جمله چی میگن؟ اسمیه میگن. محمد رسول الله، محمد رسول الله، در اول جمله چی آمده؟ اسم آمده محمد، پس این جمله اسمیه هست. بعضی از جملات هست در اولش فعل آمده، یغفر لمن یشاء، در اول جمله چی آمد؟ یغفر آمد، این جمله چی شد؟ فعلیه شد. این حال صفات الله هم گاهی به شکل اسمیه میه، گاهی به شکل فعلیه میه. او اسماء الله که به شکل جمله آمده ما حق نداریم که او را از اون نام بسازیم، باید به اون شکل جمله استعمال شود. مثل چی؟ مثلا در قرآن آمده هست که عدو للکافرین، عدو للکافرین. اینی عدو للکافرین، عدو مبتدا و خبره موجودون، یعنی عدو کائن للکافرین. این جمله چی شد؟ جمله اسمیه شد از نگاه نحو. فهمید یعنی؟ اما این می صفت الله همی قسم آمده، پس ما نمیتونیم منفردی استعمال کنیم. و همچنان به شکل فعلیه آمده، مثلا میگه تعز من تشاء و تذل من تشاء. پس تعز جمله چی است؟ فعلیه، در اول فعل آمده. تذل من تشاء جمله چی است؟ و یمکرون و یمکر الله، یمکر الله جمله چی آمده؟ فعلیه. چی معنی؟ و یمکرون، و دشمنای اسلام برنامه سازی میکنن، پلان میسازن، پروژه میسازن. و یمکر الله، و الله هم برنامه سازی میکنن. والله خیر الماکرین، و الله بهترین برنامه سازا هست. فهمیدید یعنی؟ اینجا المکر به معنای برنامه سازی هست. ما و شما بعضی چیزها رو در زبان فارسی داریم، باید عربی رو به فارسی نگیریم دیگه. ما و شما در فارسی بسیار گپا داریم که او در عربی و قسم نمیشه. ما و شما در فارسی شاگرد پوانتون محصل میگیم، عربا هیچ نمیفهمن محصل چی هست. یک وقت ما در یک پوانتون درس میخوانم، باز نشون میکردم که عبدالظاهر محصل صنف چند پوانتون فلانی. یک روز یک عرب مرا چی میگه؟ میگه استاد اسمك عبدالظاهر، كتبت محصل، تتحصل ماذا؟ چی را حاصل میکنی؟ و محصله که اگه برشون بگیم من محصل هستم نمیفهمنی. و میگه طالب فی الجامعه. اگر در غریزه نوشته کنی که انا محصل، میگه خدا چی حاصل میکنه؟ کتاب حاصل میکنه، قلم حاصل میکنه، چوکی حاصل میکنه. این ما شما محصل عربی رو به معنای شاگرد گرفتیم. این گپ ما و شماست. ما و شما بسیار غلطی‌ها داریم، اشتباهات داریم. میدانی که در زمین است طیاره او پایین میشه، عوض که بگیم که پایینگاه، میگه میدان هوایی، یعنی میدانی که در هواست. میگیم ما و شما تا امروز پشتو و فارسی یک وقت محصلین پوانتون میگفتن، یک تاش میگفتن دانشگاه بگیم، یک تاش پوانتون بگیم. پشتونا و فارسی ها سرزمین جنجال داشتن. باز مرا گفتن استاد میرای حل چیز گفتم از زمین یک بیاریم از کلشان امتحان بگیریم. پشتوناش پشتو رو یاد نداره و فارسی زباناش فارسی رو نوشته کردن نمیتونه. یاد نداره. اگه یاد میداشت این جنجال نمیکرد. چرا؟ در آیت قرآن صراحتا میگه که در اختلاف زبانهایتان، اختلاف رنگهایتان و فی اختلاف السنتکم آیات است، علامت های از قدرت الله است. یکی در این زبان، یکی پشتو زبانه که تو بفهمی که تو بسیار خدا کلانکار میگیری. یک وقت من میگفتم صاحب که من چقدر فهمیده هستم. یک وقت صاحب میگم یک بچه که پدر خود
چینایی گپ میزنه، من هیچ گپش نمیفهمم. جاهل. همین ما شما در چینایی جاهل هستیم نیستیم؟ ها؟ در چینایی جاهل هستیم. بسیار ما چینایی رو نمیفهمم. یعنی شیخ ازبکی میفهمه، اینو من نمیفهمم. اونی از مکان عالم تر هست مثلا. آیات قدرت الله هست. سعی کن که تو کل چیزا نمیفهمی. خب پس بعضی از نامهای الله هست که به شکل چی آمده؟ به شکل ما شما گفتیم الفاظ صفات 4 قسم است. به شکل اسما و صفات، دومش به شکل مضاف و مضاف الیه، سومش به شکل جمله اسمیه و فعلیه، چهارمش به شکل خبر. این 3 قسم نیست. مثلا الله خبر داده که من دست دارم. لما خلقت بیدی، الله میگه من امیر خلق کردم با دستای خود. بعضی کسا هستن میگن ما ید استعمال نمیکنیم، میوز ید قدرت استعمال میکنیم. خب وقتی که تو میگی ید به معنای قدرت استعمال میکنی، اینجا گفته بل یداه مبسوطتان، هر دو دست الله مبسوط هستن، فراخ هستن. این چه قسم ترجمه میکنی خیلی؟ دو قدرت الله مبسوط هستن؟ بر الله دو قدرت جور کردی؟ این باز برشان مشکل پیدا میشه. از این خاطر این ما و شما گفته بودیم که اسماء الله و صفات الله را به شکل توقیفی میفهمیم. الله ید داره ولی داره. معنایش چی است؟ معنایش دست است. ایمان داریم ولی ایمان داریم. چرا ایمان داریم؟ به خاطر اینکه در قرآن آمده. چه قسم است؟ تشبیه نمیکنیم. مثل دست ما نیست. چه قسم است؟ کیفیت داره؟ بله کیفیت داره. شما کیفیتش میفهمین؟ نه خیر، ما کیفیتش نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ چرا مربوط غیب میشه. الله دست هم داره، ید داره و یدش در قرآن ثابت است و ید الله کیفیت هم داره، ولی ما کیفیتش نمیفهمیم. این است که کیفیت نداره. اگر بگویی بلا کیف هیچ کیفیت نداره، بازی تشبیه میشه با چی؟ با یک جسم غیر متحرک. در عقیده اینی گپای دقیق است که بسیاری کسایی که عقیده را نمیفهمن اشتباه میکنن. پس بعضی علما که میگه ید بلا کیفی الله، به معنای عزیز که یعنی ید الله که کیفیت داره و ما کیفیتش نمیفهمیم. نه به این معنی که ید الله هست کیفیت نداره. فهمیدین نه؟ پس الله در خبر داده که ید داره و همچنان الله از وجه خبر داده و یبقى وجه ربک، و باقی میمانه وجه پروردگار. یعنی وجه ما و شما اینجا اطلاق جز به اراده چیز کل هست. پس اینال اینجا الله سبحانه تعالی وجه داره، اما وجه های ما و شما که از چی هست باقی نمیمانه. و وجه الله و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. پس الله وجه داره، وجه الله کیفیت داره، ما کیفیت آن را نمیدانیم. چرا؟ مربوط به غیب میشه. ما در غیب مداخله نمیکنیم. شما که مداخله میکنین برش کیفیتش بیان میکنین یا کیفیتش حذف میکنین یا از آیت قرآن انکار میکنین، این کار شما هست. این کار متکلمین است. متکلمین مشکلشان در این قسمت است. دیگه علم الله هست که الله خبر داده، انزله بعلمه. همچنان از قوت خود الله خبر داده. اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. الله از مشیت خود خبر داده و ما تشاءون الا ان یشاء الله. شما نمیتونین یک چیز رو بخواین مگر آنچه که الله بخواد. پس الله از مشیت خود، این صفات چی هست؟ این صفات الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله.